نفس میکشین خدایی. حالا برو گلستان، هواش تازه و تمیز. لایک و سابسکرایب یادتون نره. هر روز یا هر چند وقت براتون فیلم میذارم برای جاده و کامیونداران، شب زنده داران. بارمون تنور بربری از گلستان به تهران. رانندمون پدر گلم. از شب بیداریم، یه تخته داریم میاد. ماشین تو رو اذیت کرد. چه ترافیکی هست شریف آباد. ادامه‌ش هم میذارم از اول تهران برای شما. یا خدا ترافیک رو ببین، ترافیک سنگینه. اون طرف قلف بود الان باز شد. شرمنده که ماشین یکم میتونم چون کامیونه در حال لرزش هستیم، برای همین یکم دوربین لرزش داره. از ویدیوی من شرمنده. لطفاً ساب کنید که به 5 مشترک برسیم که براتون ویدیوی زنده بذارم که بتونین از سختی های جاده و راننده سنگین بودن لذت ببرید، مطلع بشید. ویدیوهای بعدی این ویدیو رو هم ببینید، داخل کانال هستش و نظراتون رو بگین درباره رانندگی و راننده. از دیشبه که نخوابیدین، خیلی سخته. خیلی ترافیکو ترافیکو هوای گرم سار بودیم، دهنمون سرویس شد. الان اینجا هوا کلن مه‌آلوده. عجب بیل مکانیکیه خدایی. از نزدیک دیده بودین